فدای محترم امروز فردا پیش خدا میره. از این کاراتان توبه کنه. مسجد جای عبادت است. مسجد جای تلاوت قرآن است. ماه رمضان ماه نزول قرآن است. در تمام مسجدهای دنیای اسلام ختم میشه. الحمدلله با شرافت این آزادی، با این آزادی رئیس جمهور داده که من با سال امام اعظم جشن میگیرد. آماده شرایط آماده شده. چون سنتی پیغمبر ما عملی نمیکنیم، چون یک سنتی پیغمبر ما زنده نمیکنیم. جوانا رو خدا هدایت کرده است. اینها قرآن دوست میدارن. موسی فدای محترم شما چیز رو از بالای اینا با حکومت شکایت. حکومت چه میکند؟ حکومت با خلق حکومت است. قرآن خواندن سیاست دولت به خیانت نمیشود. قرآن در نماز تراویح خواندن حکومت ویران نمیکند، بلکه قرآن رحمت خدا هست، برکات خدا هست. در محلتان برکات نازل میشود. من از قرآن دور شده، آبا ما قاق شده ایستاده است. از قرآن دور شده، باران قاق شده ایستاده است. از قرآن دور فساد اخلاقی زایسته. میخواهی که جامعه ما رنگ اروپا شود؟ اروپا که شد نقض داده که همون طوفانی اروپا اینجا هم هلاک بکنند. بنابراین این ختم سنتی پیغمبر خدا در تمام کتاب‌های فقهی مختصر خانه میدونن که وسن الختم مرتن ولا یترک لکسل القوم. سنتی ماه مبارک رمضان یکی قرآن خواندن است از اول تا آخر در نماز تراویح. اگر ما بازم مردم بعضی ها نخواهند، برای خاطر این نمیخواستگی ها ما فرض نمیکنیم سنتا روان خانده هاشم مصیبت که نمیخوان نماز خانده است. اما شما جوانا تراویح با ختم کنید. اما مصیبت محترم پاتان در مثل شیشتگی خانه ضرر نداره. شما باید دیگه از این جانب دیگه خودان ترغیب کنه، خودان جوانا رو وادار کنه که به چپ کاری بیاد. ما هم در وقتی پیری این گوشی گناهگار شما که 70 سال فقط پروپاگاندی لنینی دروغ شنیده بود، فقط کنسرت و سخنهای بیهوده. شاید در این گوش شما قرآن داره داخل. فقط این گوشاتان شهادت که خدایا ما قرآن شنیده، ما کلام تو رو شنیده، در بهترین حالت در نماز شنیده. ولی فقط شاهدی مثل این اعضاهاتان. ما چه اکتفا شدم که نمونه یک جوان گفتی ما این سال با مولا کاری آوردن. بعض اهل محله من در بالا کگبه نوشتن که مسجد ما ده کگبه چا میتوند بخواد که از قرآن که میتیتم بیزا همون هم مسلمان است، همون هم دعواش رنگی فقط ما جنازه میکنم کگبه شد. بنابراین موسیقی محترم از خدا ترسید، از خدا ترسید. ما جای ترس نداریم. انشاءالله آینده به این جوانا هست. این مسجد ها از آنی جوانا هست، حکومت هم از آنی جوانا هست. خدا نگهتان داره بچه های عزیز. مسجد ها به نمازاتان مکتب خانه کار کنه، پدر مادراتان حرمت کنه، موسیقیدار حرمت کنه. اما وقتای بیکاری به مسجد نمازاتان خانه رسول اکرم گفتن من دوست خدا هم، جوان پاکیزم دوست خدا. از عرق نوشی و از زناگاری و از گیرانی کشی و نشه کشی خدا تان نگه داره. از دزدی و فریبگری خودتان یک جوان شوه که افتخاری محلتان شوه، افتخاری جامعه شوه، افتخاری پدر مادرتان شوه. خدا همتون نگه داره. مادر عزیز ما رو سفارش بهتر نورش پر نور کنو، ایمان و عملهای صالحش رفیقش گردان. پروردگار الان در خانه قبر با ملائکه های دهشتناکی رو فرو می شود. خدایا زبانی که مادر عزیز با سوال منکر و نکیر دوستان جواب دادن. خدایا قبر او رو باغی از باغ جنت گردان. خدایا نبیرهاشی که خدمتی مادر بجا آوردن عمر دراز و تنی صحت رزق فراخ نصیب شان. در دیمه شب نماز روزه چیزی مانده باشه خداوند غفور و رحیم است. اما حق العبد از زنها میشد. گفته نمیشن اگر مبادا از کدا میشه مانیگان چه قرض امانت گرفته باشد با شاهد حجت نشده منو بختیارت چهر علیه خدا نگهشان داره میتین و دیگر همسایگی و کمداری از کدا میشه ما را آزار و غیبت کرده باشد. خواهش میکنیم بخشه
خداوند بخشنده ها رو دوست می‌داره. بار بیا خدا جان جنت کنه. اهل این محله رو خداوند سنی صحت جواناشان رو به راه راست هدایت کنه. از گمراهی و ضلالت، از بیماری و غفلت خدا نگهشان داره. صحبت ما جنازه رو بر وقت می‌خونیم که سری خاک می‌رفت یا سری خاک رو آن کسی که ما پیشین می‌خونه با ما جنازه می‌ریم.